شام 9 سپتامبر با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به افتخار جشن 34 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شو برنامه دانای کنسرتی دایر گردید. در آغاز شورابینی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی، پیام شادباشی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به مناسبت 34 سالگرد استقلال دولتی به ساکنان و مهمانان پایتخت رسانید. در که ذکر شد، استقلالیت بزرگترین دستاورد ملت تاجیک بوده، محض با شرافت آن صلح و آرامی، وحدت و همدیگر فهمی و رشد باثبات جامعه تامین گردید. استقلالیت نشان پایداری دولت، بقای سیمای ملت، رمز اصالت و هویت، مظهر آرمان‌های تاریخی و شرف و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی میباشد. همه این صلح و ثبات و آرامی، پیشرفت و دستاوردها از تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درک می‌دهند و ما باید به همه این دستاوردها، به همه این نعمت‌ها شکرگزار باشیم و برای باز هم پیشرفته گردیدن این دولت متمدن سهمگزار باشیم. ما مادران چقدر خرسند هستیم که استقلالیت داده است به ما. این همش با تشبث جناب عالی می باشد. بینید که امروز همه خوشبخت، همه خندان، همه با دل پر، با سر بلند به میدان استقلال آمدند که تنتنه استقلال را جشن گیریم. در هر یک کوچه و پس کوچه های شهر دوشنبه بینید که چقدر آبادی هست. این همش چیه؟ استقلالیت. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، کشور در دوران استقلالیت تنها روابط سودمند را با دولت‌های جهان برقرار کرد، بلکه با تطبیق دیپلمات خصوصی خود که به حفظ منافع ملی و احترام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته است، به حیث یک کشور فعال، تشبثکار و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته شد. 34 سال قبل استقلالیت را به دست آوردیم. امروز وطن ما آزاد، تازه و آزاده. شکر میکنیم که در تاجیکستان همه تنج و امانی استقلالیت را پیشواز میگیریم. امروز ساکنان پایتخت، مهمانای پایتخت استقلالیت را جشن گرفته ایستاده ایم. خرد و کلان، پیر و برنا همه خرسند. ما شکر میکنیم که وطن ما آزاد است، سبز و خرم است. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. در ادامه برنامه رنگین کنسرتی آماده نموده اهل فرهنگ و صنعت شهر دوشنبه پیشنهاد اشتراکیان شو برنامه کنسرتی گردید. در چورابین ادانه در برابر ساکنان و مهمانان پایتخت، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، سابقه‌داران مهنت و دیگر فعالان اشتراک نمودند. استقلال دولتی تاجیکستان را با جهانیان نزدیک کرد و سیاست درهای گشوده باعث بالوروی نفوذ و آبروی تاجیکستان در جامعه بین‌المللی گردید. ما از تطبیق چنین سیاست دوربینانه رابطه‌های تاجیکستان را با همه دولت‌های جهان به ویژه در منطقه مستحکم و فراگیر و حسن اعتماد را با آنها عمیق‌تر کرد. تاجیکستان در ظرف بیش از 10 ساله با دستاوردهای زیاد نائل گردید که سرنوشت منبع دولت صاحب استقلال با آنها وابستگی مستقیم دارد. نقش دولت ما مخصوصاً در سازمان‌های با نفوذ ضمن حل مسائل‌های مبرم اهمیت جهانی و منطقوی داشته از قبیل تامین امنیت و ثبات و بهداشت اکولوژی اقلیم و آب مؤثر و سازنده ارزیابی می‌گردد. زیر تنین سرود و آهنگ‌های دلنشین، ساکنان و مهمانان، کودکان و نورسان در این بزمگاه تا دیر باز شادی و خرسندی نمودند.